انجام حرکات پرس سینه با هالتر یا پرس بالا سینه با هالتر نکات خیلی زیادی داره. امروز دو تاشو میخوام بگم، بعد نکات بعدیشو تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم. این دو تا مهم ها رو با ترتیب اولویت بهتون بگم. اولی که در هنگام دراز کشیدن روی میز پرس سینه دقت کنید هالتر باید روبروی چشماتون باشه. یعنی اینجا که قرار گرفتیم هالتر روبروی چشما بود، دقیقاً اندازه استانداردش رو باید کرد. دوم، فاصله دستا جمع باشه یا باز باشه. از کجا باید بدونیم که فاصله استانداردش چقدره؟ زمانی که هالتر شما بلند می‌کنید، وقتی میاری پایین، وقتی سینه رو لمس کرد، باید زاویه آرنجتون بشه 90 درجه. وقتی هالتر میاد پایین، این زاویه بشه 90 درجه. اگر دستا جمع باشه، از 90 درجه کمتر، هیچ دورش 70 درجه است. اگه باز باشه، خیلی باز میشه. این آسیبش رو پس باید وقتی هم هالتر میاد روی سینه، زاویه آرنج میشه 90 درجه. خیلی ممنون.